در تالار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه مرافعه وکیلان مدافع بزرگمهر یارف و نورالدین محکموف آغاز یافت. اگر قبلا گفته میشد که مرافعه به طور باز صورت میگیرد، اما خبرنگاران، خادمان سفارت امریکا در تاجیکستان و نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا که آنجا قرار داشتند اجازه ورود به تالار را نداشتند. پس از چند لحظه مرافعه بزرگمهر یارف از وکیل دفاع دست کشید و خواستار عوض کردن دادرس مرافعه شد. وابسته به ادوکاتش بزرگمهر ادوکات رادیه داد. شما گفت با موضوع شناخته شدگی نیست. ادوکات گفت که نه شناخته شدگی. شما گفت در 2 روز هیچ وقت باید که از روزش هر دو هم روزش باید روز استراحتی بود شناخته شدگی نیست. برای همین گفت من شما را خیلی غم نمیتونم رادیه را کارتنی و ادوکات و خیلی ادوکات دیگر را مورد گفت. آینی حال بابا نظر و حقوق شناس تاجیک و پاسبان‌های تالار دادگاه خود را یکی از پیوندان بزرگمهر معرفی کرده وارد تالار شد. گفت که من میخوام که شما شهادتنامه به من نشان بدهید که در حقیقت شما سودیه همین دیلوی من هستید، شما متخصص خوب هستید و غیره. این یک. دوم گفت که همون جلد 13 همون دیلوبه همونجا گفت قریب چقدر ورقهایی که من نویساندم همون نیست. من میخوام که سود همین رو حاضر نشان بدهد به پروکورور و ادوکات که سود این چیز رو رد کرد. گفت که مدام که شما خوی مرا ویران میکنید این کنستانی ما این دوسیه اون گفت که به من حتی سود وعده داد، حجت داد که مرا با اویلم اجازت واخری کردن، اما معلوم میشود که این روی یکی بوده است اجازت ندادم به من چقدر تکلیف ها پیشنهاد کردم، چقدر چیزهای پیشنهاد کردم که حتما باید بازپرسی میشد. اون حجت هایی که من داده بودم در این دیل ها نیست، یعنی که اون خیلی مواد هایی که گفت که باید میشد اون مواد ها نیست، یعنی که گفت که این خاراکتری سیاسی دارد، این سپارشی است. بنابراین هم من به هیئت سود من میخواهم که به اینجا سود بیاید که وای سودی که به استعفا رفته باشد، وابسته نباشد. به گفته این حقوق شناس پس از بررسی در تالار مشورتی پیشنهادهای بزرگمهر یارف و نورالدین محکموف رد گردید. مرافعه نوبتی بزرگمهر یارف با نورالدین محکموف روز 10 می ادامه خواهد کرد.